احمد شار پرزیدنت موقتی سوریه برای نخستین بار با سفری رسمی به واشنگتن رفته است. انتظار می رود که احمد شار با دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا دیدار و ملاقات کند. سال پیش احمد شار بیشتر با نام ابو محمد جولانی رهبری گروه هیئت تحریر از شام شناخته می شد که در اکثر کشورهای جهان آن را سازمان تروریستی می دانستند. از جمله آمریکا او را در فهرست افراد خطرناک جای داده برای پیدا کردنش 10 میلیون دلار جایزه وعده کرده بود. پیش از سفرش با پیشنهاد حکومت آمریکا، سازمان ملل متحد او را از فهرست تحریم ها بیرون کرد. احمد شار ماه دکبر سال 2024 بشار اسد را از قدرت برکنار کرد و اداره این کشور را بر عهده گرفت. وی اولین رهبر سوریه است که به آمریکا سفر میکند. مقامات سوریه وعده دادند که در سفر احمد شار به آمریکا موضوع برداشتن تحریم ها مطرح میشوند. موضوع دیگری که در این سفر به میان خواهد آمد عادی‌سازی روابط سوریه و اسرائیل است. احمد شار بارها تاکید کرد که خواهان روابط خوب با کشورهای منطقه است و نمیخواهد که سوریه دوباره وارد جنگ شود.